به نام خدا سلام عرض میکنم به همه دوستان عزیز. من امیر تذکاری هستم، طراح و سازنده دستگاه های صنعتی. توی این ویدیوی آموزشی کوتاه میخوام که راجع به طراحی یک جزء خیلی مهم توی کانوایر ها با شما صحبت بکنم، یعنی رولیک کانوایر ها. خب همونطور که میدونید کانوایر ها انواع مختلفی دارن: کانوایر های بلتی، کانوایر های زنجیری یا کانوایر های رولیکدار و انواع دیگه. خب کانوایر های رولیکدار یک مدل خیلی متداولی هستن که توی صنایع مختلف از اونها استفاده میشه، به خاطر حالا اون توان باربری که این کانوایر ها دارن و اینکه حالا حرکت روونی رو ما با کمک اونها میتونیم توی کانوایر داشته باشیم. خب خود کانوایر های رولیکدار باز دو مدل میتونن داشته باشن، یا کانوایر هایی هستن که موتور دارن، یا یعنی به وسیله یک موتور گیربکس این رولیک ها حرکت میکنن و خب باری که روی اونها هستش به سمت جلوی کانوایر حرکت میکنه. مدل دیگه این کانوایرها کانوایرهای هرزگرد هستن، حالا یا به صورت ثقلی و شیبدار کار میکنن یا به وسیله نیروی دست اپراتور میاد قطعه کار رو روی این رولیک ها حرکت میده. خب من توی این کلیپ آموزشی میخوام یک مدل از این رولیک های هرزگرد رو طراحی بکنم. خود این رولیک های هرزگرد میتونن که به شیوه‌های مختلفی طراحی و ساخته بشن. طرحی که اینجا مد نظر من هست به این صورته که ما اومدیم از یک لوله بیرونی استفاده کردیم که حالا اون قطعه کار ما یا اون محصول ما روی اون قرار میگیره. از داخل این رولیک یک میله سرتاسری یا یک شفت رو عبور دادیم و ما بین این میله و این رولیک اومدیم بلبرینگ اینجا قرار دادیم که این باعث میشه که این لوله ما حول این میله به راحتی به واسطه اون بیرینگ هایی که اونجا قرار دادیم دوران بکنه. و حالا طرح‌های دیگه که رولیک ها میتونن داشته باشن که حالا شما به عنوان مثال یک نمونه دیگه رو اینجا میتونید ببینید که حالا ما بین رولیک و بلبرینگ باز اومده یک محفظه یا یک آداپتور هم قرار داده شده برای اینکه خب مثلا ما بیایم قطر بیرونی رولیک رو بیشتر بکنیم. و خب همونطور که گفتم این رولیک ها مدل های مختلفی دارن که حالا من یک نمونه ساده اونها رو میخوام طراحی بکنم. طول رولیکی که من اومدم اون رو طراحی کردم یا در واقع طول اون قسمت کارگیر این قرتک 500 میلیمتره و قطر اون 33.4 میلیمتره. خب شاید سوال پیش بیاد که این 33.4 از کجا اومده، یعنی چرا ما اومدیم قطر این لوله رو 33.4 گرفتیم. اینکه این 33.4 از کجا اومده به این برمیگرده که ما این لوله رو به چه روشی میخوایم تولید بکنیم. خب اگر که ما بخوایم این لوله رو به صورت عمومی به روش تراشکاری تولید بکنیم، خب باید بیایم یک میله گوشدار رو بیایم خریداری بکنیم، اون رو ببندیم به دستگاه تراش و خب بیایم از روی اون بار برداری بکنیم و به اون عددی که مد نظرمون هست برسیم و باز بیایم داخل اون لوله رو هم بیایم سوراخ‌کاری بکنیم و حالا بلبرینگ‌های خودمون رو جا بزنیم و محل عبور شفت رو توی اون در بیاریم. خب اینجا دو تا نکته وجود داره. نکته اول هزینه این کار هستش. خب هزینه یک کار تراشکاری قطعاً هزینه قابل توجهی، یعنی ما که بیایم از یک گرده بگیریم اون رو داخل تراشی بکنیم، بیرون اون رو بیایم تراشکاری بکنیم، خب یه هزینه خیلی زیادی برای ما داره و همینطور زمان تولید این لوله رو هم برای ما افزایش میده. نکته بعدی که وجود داره اصلا امکان ساختن همچین رولیکی هستش. یعنی شما فرض کنید که میخواید یک رولیکی تولید بکنید که حالا به جای 50 سانت مثلا 1 متر طول اون باشه یا مثلا 1.5 متر طول اون باشه. فرض کنید که میخواد پالت رو جابجا بکنه. خب پالت ها عرضشون 1 متر و طول اونها 1.20 سانتی متر هستش. خب برای پالت ها ما معمولا میایم از رولیک های استفاده میکنیم که طول اونها بیشتر از 1.20 و حالا مثلا 1.5 متر هستش. خب دیگه تو چنین شرایطی ما به راحتی نمیتونیم داخل یک لوله 1.5 متری رو بیایم تراشکاری بکنیم. خب برای همین معمولا ما میایم از لوله های استاندارد استفاده میکنیم. خب لوله های استانداردی که واسه این رولیک ها میشه ازشون استفاده بکنیم لوله های مانیسمان یا بدون درز هستن. خب مثلا اینجا میتونید ببینید که لوله مانیسمان 1 اینچ رد 20 قطر خارجی اون 33.4 و ضخامت اون
2.6 میلیمتره. و حالا ضخامت‌های دیگه و قطرهای دیگه ای که اینجا هست شما میتونید اونها رو مشاهده بکنید. مثلا لوله مانیسمان 1.1/4 یا 2.1/2 یا 1/2 و حالا لوله های مانیسمان دیگه. خب حالا من فرض کردم که ما محصولی که میخوایم توی این رولیک ازش استفاده کنیم محصول خیلی سنگینی نیست و خب میتونه با با قطر 3 سانت یک رولیک مناسب برای ما تولید بشه. خب نزدیکترین عدد به اون قطر 3 سانت این 33.14 هستش که من اومدم اون رو انتخاب کردم. نکته بعدی که وجود داره انتخاب ضخامت مناسب برای این لوله 1 اینچ هستش. خب این که ما بیایم چه لوله رو اینجا انتخاب بکنیم. خب اگر که من بیام به این جدول استاندارد لوله ها رجوع بکنم میبینید که این لوله ها استانداردهای مختلفی دارن. مثلا لوله مانیسمان رده 20، رده 40، رده 80. خب تفاوت این رده ها در چی هستش؟ بیایم این رو با هم دیگه نگاه بکنیم. مثلا توی لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 ضخامت 2.6 میلیمتره. توی لوله مانیسمان رده 40 1 اینچ ضخامت 3.38 و توی لوله مانیسمان رده 80 ضخامت 4.4. این به این معنی که هرچه این رده این لوله مانیسمان بالاتر بره ضخامت اون و گوشت اون هم بیشتر میشه. خب بنابراین ما باید اینجا رده ای از این لوله ها رو انتخاب بکنیم که بولبولینگمون بتونه داخل اونها جا بخوره. یعنی شما فرض کنید که اگر من بیام اینجا یک لوله خیلی نازک رو با یک ضخامت خیلی کم رو اینجا قرار بدم، اصلا امکان ایجاد این پله روی اون وجود نداره که این بولبولینگ بخواد داخل اون جا بخوره. بنابراین من اومدم اینجا از لوله مانیسمان رده 80 استفاده کردم که ضخامت اون 4.4 میلیمتر هستش. خب با این انتخابی که اومدم اینجا انجام دادم، اومدم یک لوله مانیسمان رده 80 انتخاب کردم که خب قطر اون به اون قطری که مد نظرم بوده نزدیک بوده و به راحتی با وجود اون میتونم بولبولینگ رو هم داخل اونجا بزنم و فقط کافیه که یک پله رو داخل اون لوله ایجاد بکنم و دیگه نیازی نیستش که داخل این لوله رو من بیام باز داخل تراشی بکنم، اون رو سبک بکنم و حالا محل عبور شفت رو توی اون در بیارم. خب با این کار خب باعث میشه که فرایند تولید ما خیلی فرایند راحت تری باشه و همینطور هزینه تولید این لوله ها هم خب به تبع اون پایین تر بیاد. خب این مدل همین رولیکی هستش که ما اومدم طراحی اون رو اینجا انجام دادم. خب این رو اینجا میتونید ببینید که به چه صورت طراحی اومده انجام شده. خب یک لوله مانیسمان رده 80 انتخاب شده و توی دو سمت اون اومدیم یک پله ایجاد کردیم تا بولبولینگ بیاد اینجا مقید بشه. این بولبولینگ میاد اینجا جا میخوره. یک بولبولینگ این سمت جا میخوره و یک بولبولینگ هم اومده این سمت جا خورده. خب دستور اینها هم که مشخصه دیگه. من اومدم این قطر خارجی بولبولینگ رو از داخل این لوله اومدم کات کردم و خب عمق پله من هم به عرض بولبولینگ من مربوط بوده. خب بولبولینگ اومدم اینجا انتخاب کردم هم همونطور که میبینید بولبولینگ 6001 هستش. خب بولبولینگ های 6001 بولبولینگ های ساچمه‌ای دیپ گروو بال بیرینگ یا شیار عمیق هستن که خب بولبولینگ های خیلی متداولی توی بازار هستن و همونطور که میبینید قطر بیرونی این بولبولینگ 28 میلیمتر، قطر داخلی اون 12 میلیمتر و پهنای اون هم 8 میلیمتر هستش. خب بنابراین پله‌ای که من توی لوله خودم باید ایجاد بکنم 8 میلیمتر هستش و میله‌ای که داخل این بولبولینگ باید عبور بدم باید 12 میلیمتر باشه. خب شفتی هم که اومدم اینجا استفاده کردم یک شفت با قطر 12 میلیمتر هستش. خب گرده با قطر 10 12 15 20 و خب این اعداد توی بازار به راحتی پیدا میشه و خب دیگه اینها نیاز به تراشکاری ندارن و فقط کافیه که به اون اندازه طول ما که حالا مثلا برای کار من طول رولیک 500 میلیمتر بوده، خب به راحتی کافیه که ما بیشتر از اون رو برش بزنیم و خب توی رولیک خودمون ازش استفاده بکنیم. اما چرا میگم باید بیشتر از طول رولیک باید طول شفتمون باشه؟ خب همونطور که اینجا مشاهده میکنید برای اینکه من بیام این رولیک رو
حالا توی اون سازه خودم و توی حالا اون پلیت های بغل کانوایر خودم یا اون رو متصل بکنم، اومدم داخل شفت به این صورت یک سوراخ قلاویز ایجاد کردم و روی اون هم یک خال فنری قرار دادم. یعنی اومدم رولیک رو، میله خودم رو 1 سانتی متر از هر طرف از رولیک بیشتر گرفتم. یعنی اینجا 10 میلیمتر فاصله داریم و توی سمت دیگه هم شفت 1 سانتی متر از رولیک بزرگتر گرفته شده. خب به این صورت به راحتی من میتونم از طریق این قلاویزی که توی این شفت ایجاد کردم این شفت رو بیام توی دستگاه خودم مقید بکنم. یعنی شفت رو با پیچ میام به سازه متصلش میکنم، اون رو فیکس میکنم و این بولورینگ، این لوله خارجی به راحتی میتونه حول اون دوران بکنه. خب این خارهای فنری هم که اینجا قرار دادیم وظیفهشون این بوده که بیان این بولورینگ رو در این سمت هم مقید بکنن. خب همونطور که مشاهده میکنیم بولورینگ به این سمت که نمیتونه حرکتی بکنه، خب این پله این لوله از حرکت بولورینگ جلوگیری میکنه. بولورینگ به این سمت هم نمیتونه حرکتی داشته باشه، چون اینجا ما اومدیم از یک خار فنری استفاده کردیم و حرکت بولورینگ رو توی این راستا به طور کامل مقید کردیم و خب باز این کمک میکنه که بدون اینکه این لوله ما اینجا حرکتی داشته باشه و یا بولورینگ ما توی کار در بیاد، این رولیک عملکرد خودش رو انجام بده و حول میله دوران بکنه. عرض این جای خار 1.1 میلیمتره که عرض خود خار هم همونطور که اینجا دارید مشاهده میکنید 1 میلیمتره. یعنی 1 میلیمتر بازی برای این خار در نظر گرفته شده. خب این عدد استاندارده که خب با استفاده از حالا کتاب جداول استانداردها میتونید اون رو مشاهده بکنید و اومدم این رو من اینجا ایجاد کردم. لبه این جای خار با لبه این بیرینگ برابره و ما 1 میلیمتر اینجا لقی و حالا بازی برای این خار فنری اینجا لحاظ کردیم. خب این هم نقشه ساختن رولیک بیرونی هستش که اینجا میتونید اون رو مشاهده بکنید. قطر بیرونی این رولیک 33.4، طول اون 500 میلیمتر هستش و 2 تا پله هم به این صورت که مشاهده میکنید توی 2 سمت اون ایجاد شده و قطر بیرونی این پله ها که متناظر با قطر بیرونی بیرینگ هست باید 28 میلیمتر باشه. اینکه این 28 باید چه تلرانسی داشته باشه، خب این باز بحث جدایی هستش که حالا من توی این ویدیو راجبش صحبت نمی کنم. شما میتونید مراجعه بکنید به وبسایت اسکایپ و خب حالا تلرانس های جازنی بیرینگ رو توی اینجا مشاهده بکنید و اینجا بیاید اعمال بکنید. و این هم نقشه مربوط به شفت این رولیک هستش که اینجا مشاهده میکنید. طول اون 520 میلیمتر، قطر اون 12 میلیمتر. توی 2 سمت این قطعه کار یک سوراخ با قلاویز M6 و طول قلاویز 18 میلیمتر ایجاد شده و در فاصله 9 میلیمتری از لبه این شفت یک شیار با عرض 1.1 میلیمتر و با قطر 11 میلیمتر ایجاد شده. خب بله دوستان، من تو این کلیپ نکاتی رو راجع به بحث طراحی و ساخت این رولیک های هرزگرد به شما ارائه دادم و اینکه حالا چطور بیایم این رولیک ها رو به گونه‌ای بسازیم و از متریال و لوله های آماده ای استفاده بکنیم که قیمت تموم شده اونها پایین‌تر بیاد. خب این رولیک ها همونطور که گفتم توی صنایع مختلف بسیار کاربرد دارن و تقریبا توی همه کارخونجات کانوایرهای استفاده شدن که از این رولیک ها داخل اون کانوایرها باز استفاده شده. خب شما اگه تو این حوزه فعالیت داشته باشید و حالا تو بحث طراحی و ساخت فقط همین رولیک ها وارد بشید، میتونید تو این بازار فعالیت داشته باشید و خب نقش تامین کننده این رولیک ها رو توی صنعت ایفا بکنید و خب همونطور که حالا من سرچ هم کردم اینجا دیدید که شرکت های خیلی زیادی هستن که این رولیک ها رو دارن تولید میکنن و خب توی بازار دارن اونها رو عرضه میکنن و خب این نشون میده که یک بازار مناسبی داره و این رولیک ها که حالا فرآیند ساخت و طراحی خیلی پیچیده‌ای هم ندارن، میتونن یک روش خوب برای درآمدزایی شما باشه. خب خیلی ممنونم که تا انتهای این کلیپ با بنده همراه بودید. من توی وبسایت صنعتیک سعی میکنم مطالب آموزشی رو ارائه بدم که یک مقداری جنبه
فنی و عملی دارن و خب میتونه که توی صنعت برای شما مفید باشه. و همینطور ما تو بحث طراحی و ساخت دستگاه و ماشین‌آلات فعالیت داریم و خب خوشحال میشیم که بتونیم با شما تو حوزه مهندسی معکوس، طراحی قطعات، طراحی دستگاه‌ها و همینطور بحث ساخت و مونتاژ اونها با شما همکاری داشته باشیم. موفق و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.